8 بری به آبرو کنی که او بیچاره به کشتار تیار است برای 400 دلار تو. حیا چه می سوزاند؟ غم تو را من از غم فرزندان در زیاد می خورم برادر عزیز. دوستای خدا می گفتن غم دین خور، غم دین است. همه غم ها فروزتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. تو دروغ نگو، تو غمخوار نیستی، تو غم او را میخوردی، تو انسان را به این حالت نمی آوردی. تو فراموش نکن که این سوال پروردگار روز قیامت از تو میکنه از کجا این درآمدت بود و این پول تو در کجا صرف کردی. اونجا به نام پروردگار برای تو شرمندگی است، خجالت است که گویی پول ما 400 دلار شاید صنفی 8 من به آبرو کردم. چی جواب بگوی؟ اینا همش اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. این آیت قرآن ابو هریره میگه پیش پیغمبر خدا خواندند، حبیب خدا در حال میگه گفتن است یومئذ تحدث اخبارها. میدونین این اخبار چه اخبار است؟ میدونین که این زمین چه اخبار پیش خدا را میتاد؟ دادر عزیز، یک شب شما را فریب دادن، شما آدمای ضعیف ایمان، شما آدمای بی غیرت، زمین 10 بر می جنبه، تا روز خواب نکردی، از پیشگاه پروردگار نمیترسی؟ از پیشگاه خدا نمیترسی؟ تا روز کودکاتون در دست کوچه به کوچه گشته که زمین می جنبه، از زمین جنبی ترسیدی و از شدت روز قیامت نمیترسی؟ پیشگاه خدا در راست کند و گوید ای نام تا نمیگیرم. اونجا نام هر کس با همون کسب دنیایی فریاد کرده می شود ای زیناکار پیش گذر. نمیترسی؟ میدانین گفت پیغمبر خدا یومئذ تحدث اخبارها، روز قیامت زمین اخبار میدهد. میدانین این اخبار چه اخبار است؟ گفتن نمیدانیم. الله و رسول اعلم، خدا و رسول داناست، ما نمیدانیم. حبیب خدا گفتن ان تشهد علی کل عبد او امت بما عمل علی ظهرها تقول عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا. ببینین روز قیامت این زمینه که بالاش در امروز بی پروا گشته سیم دادر عزیز. ولی زمین شما زمینم نگوید. گفتی سعدی این خاک گر به تأمل نظر کنی مردک، این خاک گر به تأمل نظر کنی چشم است و روی و قامت زیبای دلبران. این خاک نیست، این خاکی که میبینن این چشمن میگن، این روی هستن، اینا دست های برادر شما هستن که به خاک مبدل شدن. نوشیروان کجا شد و دارا و یزدگرد، گردان شاهنامه و خانان قیصران کجا شدن اینا؟ مرغ دیدم نشسته در باره کوس، کنگره های کوس توس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همه گفت که افسوس افسوس کو بانگ جرس آو چی شد ناله کوس. این مرغ از این کله کیکاووس بپرسید اون مالهات کجا شد، او رقص و بازیهات کجا شد، او عیش و عشرتات کجا شد، اون عملهای زشتت کجا شد که امروز کله تو خوراک من شده است. برادر عزیز، تو را خدا مبلغ داد، شرایط داد، دولت داد، به خاطر آن داد که تو برعکس کوشش کنی که برادرایی که بیزنن خواهش زنگیری دارن زن پی، دخترایی که شوهر نمیابن برای اونا شوهر یاب، شوهر بر در جای کار مخصوص مشغول گردان. این از کار تو. و پول برای فساد کردن نیست، پول برای بی آبرو کردن دخترای مردم نیست.
و ای انسان هایی که اینقدر خدا شما را به رحم و به انصاف کرده است که مردد بیچاره تیپرکلاس، جگردرد، روده درد، اعضای آبادش نمانده است، در روسیه کار میکند، محنت میکند، تو زنی اوقتی در اینجا عشرت میکنی. همین ایمانداری است. به نام خدا قسم به عزتش حبیب خدا گفتند من زنا او شرب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسی. قسم به پروردگار اگر تو ای نوجوان مرد، ای ناپاک و پلید، تو یک ویروسی، تو یک میکروبی بدترین در بین این مردم مسلمانی، وقتی تو قدم به سوی خانه همون زن زدی، از غایبی شوهر همون استفاده بردی، یک قدم کندی خدا جان تا گرفت، به نام پروردگار تو به ایمان هستی. یک قدم زدن ده تو ایمان نداری. چگونه حبیب خدا گفت القمیص من رأسی، چگونه لباس آدم بدر میکند بدنش به لباس بماند، همچنان قدم تو را به ایمان میکند. تو نمیترسی از به ایمانی؟ او به ایمانی بر این آخر به قدری و به شرفی وجود ندارد. کسی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس نترسید؟ خواجه جندی 400-500 شاگرد داشت. یک آدم برای سنجش او آمد، ای شیخ تو خوبی یا سگ؟ تو بهتری یا سگ بهتر است؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. مریدا خیستن گفتن ای بدبخت این چی سوال است؟ این چی تحقیر است در حق استاد ما؟ پاره پارت میکنی. با یک راه من کرد آن جمله را پیر، بگفتا نیستم آگاه ز تقدیر، نیستم آگاه از تقدیر، گر از اوباش را ایمان برم من، توانم گفت که سگ بهترم من، وگر ایمان نخواهم برد ز اوباش، چو موی بودم من در سگ کاش. حضرت گفتن اگر من ایمان برم برادر عزیز، من از سگ بهترم، لیکن ایمان نبرم از یک موی سگ به قدر هستم. دادر عزیز تو ایقه ایمان تا در یک عادی ترین کار، در یک لحظه که یک ساعت ده تو ایمان تا میفروشی، 1000 سالها در پیش خدا میسوزی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من قعد على فراش مغیبت قیض الله له ثعبانا یوم القیامه. برادر عزیز حدیث پیغمبر گوش کن. من قعد على فراش مغیبت، یک برادر از غایب بودنش، از نبودنش، از غریبی بودنش، از خانش بیرون بودن استفاده بردی. حبیب خدا گفتند خانه را تینج یافتی، خانه را خلوت کردی، یا با طریق تلفن او را تو شیفته خودت کردی، فریفته کردی و رفتی این کار زشت و ناشایانه در حق این خواهر مسلمان انجام دادی. حبیب خدا گفت زود است که خدا جان تا میگیرد و زود است که تو پیش پروردگار میایی و لیکن خداوند قیض الله له ثعبانا یوم القیامه. انمون مارهایی که حتی انسان در تلویزیون دیدن مار به حذر میکند، میترسد. ببین وقتی مارهایمون تلویزیون در پیتانهایی را که نشان میدهند 400 کیلو 300 کیلو، وقتی آدم میبیند ترس او را فرا میگیرد. حبیب خدا گفت برای تو انسانه که این کاری زیست و شنیع را در حق خواهر مسلمان، مادر مسلمان، علال خصوص زنهای شوهردار، دخترهای شوهردار را انجام دادی. خداوند برای تو در قبرت همچنان مارها را آماده میکند.